دفع میکنه. یک ورسه فرف پرسپولیس، پاس عالی از جعل اکبری، نفوذ خوب او و ضربه که غلامرضا رضایی به اولین گل پرسپولیس در رقابت این فصل تبدیل میکنه. اعلام شده برای شیس رضایی. بازی رو علیرضا حقیقی باید آغاز کنه. این است که خطا انجام شد برای غلامرضا رضایی. پشت محوطه جریمه دروازه‌بان تیم پرسپولیس کریم باقری و این بار به نظر می‌رسه که محمد نصرتی آقا میندازه، رسول خطیبی تو خوب کنترل میکنه، اما پرسپولیس حرکتی را آغاز کرد. این صحنه قبلی است که کاملا مشخصه که توپ رو زد شیس رضایی. ثابتی از مقابل دروازه باید بازی رو آغاز کنه. پرتاب بازیکن پرسپولیس. جعل اکبری از سمت چپ حرکتی رو